برای تولید سوخت هسته‌ای نیروگاه‌هایی است که از اورانیوم با غنای کم بین‌وری تولید سوخت هسته‌ای میباشد، با هدف تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه‌های اتمی طراحی شده است. حساسیت قابل توجه این فناوری می‌طلبید که از متخصصین برجسته در تمامی زمینه‌های آن بهره گرفته شود. در بخش طراحی، ساختمان، ساخت قطعات، مونتاژ، نصب و راه‌اندازی این پروژه میباشد.